هی آنا من او رو یافتم. راو دست رویت رو شوی وگرنه موشو شکلادی روی تو رو میخورند. تو با من فرمان نده، فهمیدی؟ نخواد. میخواهی این مسئله رو با بابایم محاکمه کنیم؟ کلارا، خولای دروسل میر، تو خیلی کلون و زیبا شده ای؟ ما هممون به عید مولود تیاری میبینیم. من میخواستم هم تو رو بینم و هم از بابایت خبر گیرم. شما علاقه غیبتی من رو میکنید. تشویش نکشید، وعده میدهم که تا برآمده رفتن میهمانان من خود را خوب نگاه دارم. شما این دفعه به کجا رفته بودید؟ من بسیار میخواهم این رو دانم. مایلش میگویم به تو. من در ملاقات شاه بودم، با کشتی شنا کردم، با عربه ریکشی سیر نمودم و حتی به دیوار بزرگی چین برآمدم. الیزا، خواهش میکنم تفصیلات سفرهای تو به کلارا لازم نیست. تو مملکت‌های جهان رو تماشا کرده کاری غیر عاقلانه میکنی، علاوه بر این سری او را گرنگ میکنی. دنیا پر از عجایبات است و اگر کلارا درباره آنها شنیده دایره جهان بینیش را وسیع کند، این خیلی خوب است. مهمانان را پیشواز گیرید. پیرمردی یک رو ولی دلی نیک خواه دارد. بعد وی به نزد من اومده تعظیم کرد و مرا به رقص دعوت نمود. شما چی کار کردید؟ آیا دعوت شاه را رد کردن ممکن شاید است؟ شما خود را همچون ملکه حس کرده باشید. افسوس که من در آنجا نبودم. دفعه دیگر کوشش میکنم که تو را با خود برم. بابایم به این روزی نخواهد شد. وی توفه ها را شنیده راضی می شود. تونی عزیزم، این برای توست. خیلی عجایب، اسکرانی مسلح جنگل های بنگالا. تشکر. شلکونچیک، این خیلی عجایب است. تشکر خالای الیزابت. بیرنگ و نمود. تونی، این لختک به شاهزاده خیلی مانند است. دل او مثل دل شاهزاده میزند. پس بگذار وی به اسکرانی من فرماندهی کند. اینجا ده. میبخشی؟ تو نفرت آور هستی. خواهش میکنم از تونی نرنج. وی تو رو رنجاندن نمیخواست. او را بیدار کردن لازم. خواب شیرین او را برهم زنیم. نه، بگذار خواب کند. کلارا علاقه کودک نیست. در سن و سال او آرزو کردن خیلی مهم است. همیشه مسئولیتی است کرده با کارهای فایده‌ناک مشغول شود. نه، کلارا دختری مسئولیت شناس است. تو او را خوب تربیت کرده ای. وقتی آن رسیده است که به او باور کنی وی راه آینده اش را خودش انتخاب کرده میتواند. اکنون دیر شد. صبح وا میخوریم.